یک هواپیمای مسافربری اوکراینی صبح 8 январ در لحظه‌های بعد بلند شدن از زمین در فرودگاه تهران به زمین سرازیر شد و همه 176 نفر سرنشین آن کشته شدند. قاسم بنیاز سخنگوی وزارت راه و نقلیات ایران گفت یکی از محرکان هواپیمای نوع بوینگ 737-800 که به شرکت هوایی بین المللی اوکراین مربوط است بعد بلند شدن از فرودگاه بین المللی امام خمینی در تهران آتش گرفت. او گفت که خلبان نظارت هواپیما را از دست داد و هواپیما به زمین سرازیر شد. وزیر کارهای خارجه اوکراین وادیم پریستایکو گفت که در هواپیمای سرنگون شده 82 شهروند ایران، 63 شهروند کانادا، 10 تبعه شویتسیا، 4 افغان، 3 آلمانی و 3 شهروند بریتانیا حضور داشتند. شورای امنیت اوکراین گفت که در داخل هواپیما 11 نفر شهروند اوکراین بودند که از بین آنها 9 نفر به هیئت اکیپاژ شامل بودند. پرزیدنت اوکراین ولادیمیر زلنسکی با پخش اظهارات گفت که اوکراین تلاش دارد جزئیات این حادثه را مشخص کند. او به تمام نزدیکان قربانی‌های این حادثه اظهار تسلیت کرده گفت که استراحتش در عمان را قطع کرده به وطن برمیگردد. پرزیدنت اوکراین به دادستانی کل این کشور دستور داده است که تحقیق جنایی حادثه را آغاز کنند.